ستایش خداوندی را که ذکر نامش جلای قلب است و اطاعت امرش عزت و سعادت، و درود و سلام پیاپی بر سید فرزندان آدم و حبیب خداوند عالم محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. و بعد، السلام علیکم دوستان عزیز و ارجمند. یکی از وظیفه های ایمانی شخص مسلمان این است که برای فهمیدن و درک کردن معنای قرآن سعی و تلاش نماید، چون که مقصد از نزول قرآن نیز همین است که انسان در آن تأمل کند، تفکر نماید. خداوند این مقصد را واضح در سوره صاد بیان نموده فرموده است: کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب. این کتاب پربرکت است که بر تو نازل کردیم ای پیامبر تا مردمان در آیات او تفکر کنند و تا اهل خرد از آن پند گیرد. بنابراین بیایید این لحظه ها در سفره تفکر قرآن باشیم. این لحظه ها اطراف سوره تأمل نماییم که اکثر ما شاید آن را از بر نموده ایم و همواره در نمازهایمان میخوانیم. منظور سوره عصر است. این سوره مبارکه که از 3 آیت عبارت است، از مختصرترین سوره های قرآن به شمار می رود. عین زمان از جامعترین و شاملترین سوره های کلام الله است. با این کوتاهی، با این اختصار، این سوره راهی سعادت را که انسان و جامعه به آن نیاز دارد در بر گرفته است. برنامه زندگی که برای هر فردی، برای هر جامعه، حتی برای همه انسانیت ضرور است، در این سوره موجود است. از بزرگی و فراگیر بودن محتوای این سوره است که از مفسران زیاده، از امامان بزرگوار در فضیلت آن روایات آمده است. از امام شافعی روایت است که می گفتند: لو ما انزل الله حجة على خلقه غیر هذه السوره لکفتهم. اگر خداوند به جز این سوره دیگری برای خلق نازل نمی کرد، این سوره کفایه بود. امام حمید الدین فراهی در تفسیر خود نظام القرآن و تفسیر الفرقان بالفرقان می گوید: این هذه السوره من اکبر جوامع الکلم. این سوره مبارکه از بزرگترین جوامع الکلم است. امام طاهر ابن عاشور اینچنین در تفسیرشان از امام های پیشین اسلام روایت آورده که می گفتند: انها شملت جمیع علوم القرآن. این سوره مختصر و کوتاه همه معنای قرآن را در بر گرفته است. علامه ابن قیم جوزی نیز در مفتاح دار السعاده در فضل و بزرگی و عظمت این سوره میگوید: انها على اختصارها جمعت الخیر بحذافیره. این سوره با این اختصارش همه خیر، همه نیکی را در بر گرفته است. امام بیهقی در کتاب ارزشمند خود شعب الایمان و امام ابو داود در کتاب زهد و امام طبرانی در معجم الاوسط از تابعی بزرگوار عبیدالله ابن حسن روایت آورده که ایشان فرمودند: كان الرجلان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا التقيا واراد يفترقا قرأ احدهما على الاخر سورة العصر الى آخره ثم سلم احدهما على الاخر. یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم چنین عادت داشتند که اگر با هم وامی خوردند، یکی به دیگری هنگام جدا شدن یکی به دیگری سوره والعصر را تا به آخر می‌خواند و سپس سلام داده از هم جدا می‌شدند، خداحافظی می‌کردند. یعنی یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم از همدیگر برای پایبندی به دستورات این سوره، برای عمل نمودن به تعلیمات این سوره از همدیگر عهد و پیمان گرفته بعد خداحافظی می‌کردند. خداوند عزوجل در این سوره مبارکه می‌فرماید: بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سوگند به عصر که همه انسان‌ها در زیانند مگر کسانی که ایمان آوردند و عمل‌های شایسته انجام دادند و یکدیگر را به حق و به صبر
توصیه نمودند. سوگند به عصر. مفسران در تفسیر کلمه عصر نظرهایی دارند. بعضی ها به این نظرند که مراد از عصر یعنی مطلق زمان است. خداوند به زمان قسم یاد کرده. نظری دیگر هست که مراد از عصر وقت نماز عصر است. نظری دیگر میگویند مقصد اینجا خود نماز عصر است. دیگران گفتند مراد عصر پیامبر صلی الله علیه و سلم است. یعنی کلمات قرآنی مثل در و گوهر است. اگر از هر پهلوی آن نظر کنیم برای ما می درخشد. هر معنایی که منظور گیریم در نظر داشته باشیم برای ما افاده دارد، حکمت دارد، سری دارد. اگر خداوند به وقت مطلق زمان اگر قسم یاد می کند یعنی اهمیت وقت را افاده می کند. و اگر مراد بیگاه روزی وقت نماز عصر باشد این لحظه است که قدرت و عظمت خداوند نمایان می شود که روز می رود و شب می بیاید. و اگر خود نماز عصر مراد باشد یعنی اهمیت این نماز در میان نمازهای 5 وقته افاده می گردد. اگر عصر پیامبر صلی الله علیه و سلم باشد یعنی بزرگترین با شرافتترین عصر تاریخی هستی است که خداوند در این عصر بهترین فرزند آدم را سید مرسلین را به هستی آورده، در این عصر عمر به سر بردن و در این عصر آخرین کلام خدا، آخرین دستور و تعلیمات و هدایت های پروردگار نصیب بشریت گشت. انسان یعنی مراد از انسان آنگونه که امام های مفسر تفسیر کردن از جمله امام طبری و امام ابن کثیر و امام ابو سعود، از مفسران معاصر امام علامه طاهر ابن عاشور، امام مراغی و شیخ وحبت زهیلی، همه به این نظرند که مراد از انسان اینجا یگان نفری مخصوص یا یک گروه آدمانی مخصوص نیست. منظور کل انسان، همه فرزند آدم در زیان است. هر کسی به اندازه خود در زیان است. الا کسانی که این 4 صفتی که حالا خواهد آمد در آنها دیده شود، مگر کسانی که این اوصاف را در خود ایجاد کردند و این اوصاف در آنها دیده می شود. همه نوع انسان در خسارت است، در زیان است، مگر کسانی که ایمان آوردند و عملی صالح، عملی شایسته، کارهای نیک انجام دادند و یکدیگر را به صبر و یکدیگر را به حق، یعنی به کارهای نیک توصیه دادند و این چنین یکدیگر را به صبر و شکیبایی فرا خواندند. اولین خصلتی که انسان را از دایره خسارت و زیان بیرون می سازد خصلت ایمان است که شرط قبول همه اعمال نیک است. ایمان یعنی باوری قطعی داشتن به یگانگی خداوند، به راستی پیامبران و کتابها و یقین داشتن به فرارسی روز آخر و به صورت گرفتن حساب و کتاب و مجازات و مکافات در آن روز. مگر کسانی که ایمان داشته باشند، یعنی چنین باوری کامل و استوار داشته باشند نسبت به این مسائلی که ذکر گردید. و تنها این نه، یعنی تنها ایمان داشتن انسان را از دایره از زمره خسارت دیده ها بیرون نمی سازد. یعنی عملهای دیگری، خصلت‌های دیگری که شرطی بیرون شدن از خسارت است، 3 خصلت دیگر است. حالا این تنها نخستین است، اساسی است. رکن دیگر همه 3 شرط دیگر است. اما با این خصلت، با این صفات دیگری هم باید موجود باشد. الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. در قرآن کریم هر کجا ایمان ذکر شود عمل صالح در پهلویش دیده می شود. این حقیقت افاده می شود که ایمان یعنی یک قناعت فکری، یک مسئله نظریوی نیست، بلکه ایمان با عمل صالح باید همراه باشد. این دو با هم پهلوی همند در آیات قرآن. الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هر کسی که ایمان آورد و عمل صالح کند، که ثمره ایمان راستین هم عمل صالح است. ایمان اگر واقعی باشد، راستین باشد و قناعت اگر کامل باشد، حتما ثمره آن
انجام عملهای صالح و شایسته خواهد بود. یعنی خداوند از بنده هم ایمان طلب کرده و هم انجام کارهای مخصوص و معینی که کارهای که معروفند در شریعت از عبادت ها شروع کرده، نماز و روزه و حج و زکات و چنین بقیه‌ای کارها و رفتارهایی که شریعت برای مسلمان امر نموده، سفارش داده است. الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی بدون عمل صالح انسان از دایره خسارت بیرون شده نمیتواند، از زمره زیان دیده ها بیرون شده نمیتواند، چون که خداوند شرط سعادت را، شرط نجات از خسارت را 4 صفت ذکر کرده. درست است که انسان ها بعضا شخصی را که در اوج موفقیت و کامیابی است گاه زیان دیده میپندارند و گاه دیگر برعکس نفری که در قعر خسارت است در نظر مردم کامگار و موفق حسابیده می شود. بله، وقتی معیار مال و منصب و عموما مادیات قرار می گیرد در بهادهی نیز خطا صورت می گیرد. اما اگر خواهیم مردمان را با معیار قرآن، دقیق ترش با معیار خداوند اگر نگاه کنیم و بها دهیم، شخص موفق و شخصی از خسارت بیرون شده را قرآن و خداوند چنین نفر توصیف کرده. نفری که این 4 خصلت را داشته باشد که نخستینش ایمان و باور قطعی داشتن است. الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، با این 2 خصلت نیک که ایمان و عمل صالح است، حالا هم ارکان سعادتمندی، شروطی از زمره خسارت دیده ها بیرون شدن حالا پره نشده، چون که این 2 خصلت است، 2 صفت است که به خود انسان تعلق دارد. ایمان و عمل صالحش برای خودش است. اینجا باز 2 خصلت دیگر هست که به غیر تعلق دارد، به جامعه تعلق دارد، که به تحقق پذیرفتن آن بعد ارکان سعادتمندی، شروط رهایی از خسارت کامل می گردد. و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، یعنی مگر کسانی که یکدیگر را به خیر و نیکی توصیه دادند، در جامعه بی‌طرف نبودند، نسبت دیگران بی‌طرف نبودند، بلکه اگر کاری نیک می‌دیدند تشجیع می‌کردند، ترغیب می‌کردند و اگر کاری زشت می‌دیدند یکدیگر را باز می‌داشتند. به این خاطر این سوره 4 خصلتی را در بر گرفته که با 2 آن فرد صالح و نکو کار می‌گردد و با 2 دیگر جامعه سالم می‌شود. از این است که امامان گفتند این سوره همه معنای قرآن را در بر گرفته، چون که مقصد از رسالت‌های آسمانی و مقصد از رسالت آخرین نیز این صلاح فرد و سلامتی جامعه است. خداوند با لطف و رحمتش ما و شما همگی را از هر گونه زیان دین و دنیا حفظ نماید و تحقق پذیرفتن این اوصاف نیک قرآنی را در نفس‌های ما میسر سازد. خدا یارتان.